ASV Adaptive Support Ventilation یه نوعی از PSV هستش که در اون درصد ساپورت مشخص میشه و میزان حداکثر فشار، حداقل فشاری که دستگاه میتونه بده. دستگاه بر اساس معادله اوتیس میاد بهترین تایدال والیوم و بهترین رسپیریتوری ریت که بر اساس داینامیک ریه بیمار میشه بهش بده میده. ASV ما اینجا یه رکتانگولر داره، ببینید یه چارزلیه. این چارزلیه ما به صورت خط در ایشون، حالا ببین باز میشه یا نمیشه. این تارگتیه که ما براش تنظیم کردیم 9 لیتر وینت ونتیلیشن، ولی میزان وینت ونتیلیشن خودش 9.8 لیتره، اصلا باز نمیشه، یعنی هیچ گونه ما رکتانگلی نداریم، جای خط صافه، یه منحنی کشیده. این دوتا میتونه رو هم تطبیق بشه. اگه رو هم تطبیق شد یعنی که این فرم ونتیلیشن میتونیم استفاده کنیم. الان بهترین حالت یه مربع بزرگ، هرچی مربع بزرگتر باشه یعنی ما ریمون بهتره. ولی الان یه خطه، یعنی ریمون خیلی خرابه، یعنی کمپلیانس اسنس ما اصلا خوب نیستش. خب پس ما دوباره برمیگردیم به فرم PCV پلاس. PCV پلاس هم PCV دیگه به اضافه اتوماتش دیگه. ما ریت وارد شده بالا بریم چونیم چقدر 18 توزم ریت کلیش چقدره؟ 37 تا 18 تاشو میذارم دسته بده یا 20 تاشو. ASV نتونست، همه رو نمیتونه، ولی اونایی که بتونه خیلی فرم خوب ونتیلیشن. از فول ونتیلیتر ساپورت تا وینینگ کامل میتونیم استفاده کنیم ازش. بسیار عالی، تشکر. سلام. این تایدال والیوم چقدره؟ باید بره بالاتر.